میگن یه روز یه پدر و پسر با هم راه میرفتن، دست پدره رو شونه پسره بود. پدره یهو پرسید پسر منظورم از تو بیشتره یا تو زورت از من بیشتره؟ پسره نگذاشت و برداشت گفت نه خیلی به پدره برخورد، خیلی. اومد کنار دیوار وایستاد و پسره نگاه کرد. خب آره شاخ شمشاد قد کشیدی بازود کلوف شده، بایدم بی تعارف بگید زورت بیشتره. گفت نه پدر زور شما بیشتره. گفت کی؟ تو که یه دقیقه پیش یه چیز دیگه گفتی. اون موقعی که گفتم زور من بیشتره دست شما رو شونم بود. واسه همین از همه دنیا قوی‌تر بودم.